شما ممکن از واژه آمریکا آلرژی گرفته باشی. بابا خسته شدیم یا آمریکا روشن می‌کنیم مرگ بر آمریکا، میریم تو خیابون بنر زدن مرگ بر اسرائیل. نکته اینه که اون داره دشمنی میکنه با تو. آقای دکتر، ما در جوار دولت آمریکا و یه دونه پایگاه نظامی نداریم، ما یه دونه کلاهک اتمی نداریم. تا دستشویای سازمان انرژی اتمی بازرسای آژانس گشتن، ما هیچ سلاح اتمی نداریم، ما خطری برای دنیا نداریم. بعد از انقلاب ما به هیچ کشوری حمله نکردیم. آمریکا ظرف مدت 10 سال به 3 تا کشور حمله کرده. کی برای کی تهدید ایجاد کرده؟ کی برای کی خطر ایجاد کرده؟ اصرار داره آقای دکتر بگه استکبار ستیزی بعد از انقلاب شروع شد. اینجوری نیست. مردم خاطره تلخ کودتای 28 مرداد فراموش نمی‌کنن. آقای دکتر، شما نمیتونید اینو از تاریخ پاک کنید. شما نمیتونید اینو از تاریخ پاک کنید که CIA در ایران کودتا کرده. نمیتونید از تاریخ پاک کنید که نفت ایران و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها دزدیدن. اینو نمیتونید پاک کنید. حالا یه برو سخنرانی کن بگو استخباراتیزی بعد از انقلاب شد. تاریخو که نمیشه عوض کرد. دانشمندای صنعت هستی تو کف خیابون ترور بود. شهید احمدی روشن، شهید مسعود علی محمدی، شهید مجید شهریاری، شهید داریوش رضایی نژاد، شهید محسن فخریزاده، اینا دانشمندان این مملکت بودن. ترور میکنن. تو نباید جلوی من شاه باشی.